رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه از جانب حزب حاکم خلقی دموکراتیک این کشور همچون نامزد به وکیلی مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در حوزه رقم 25 شهر دوشنبه وی با نمایندگان حزب‌های اگرری و دموکرات فضل‌الدین اکراموف و حکمت الله سعیدیان رقابت خواهد کرد. از حوزه رقم 25 محمد سعید عبیداللهیف رئیس پیشین شهر دوشنبه وکیل مجلس پایتخت بود و اجلاس غیر نوبتی مجلس وکیلان پایتخت روز 7 فوریه وکالت او را قبل از مهلت قطع کرد. حکمت الله سعیدیان عضو حزب دموکراتیک تاجیکستان و رقیب رستم امامعلی در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت: رقیب قوت است، رهبر یک شهر است و دیگرش که فرزند پیشوای ملت است، اما رقابت برای مبارزه حالت زوری رقیب رو اهمیت دیگه نمیدهد. رستم امامعلی سال 2010 به حیث نامزد حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان عضو مجلس وکیلان شهر دوشنبه شد و بعدا کار را در ساختارهای رهبری کننده دولتی از جمله مقام رئیس کمیته گمرک و آژانس ضد فساد ادامه داد. به اعتقاد سیاستمدار و حقوقشناس شاکرجان حکیموف، مقام وکیلی در مجلس پایتخت بر رستم امامعلی راه را برای رسیدن به اوج یا قله‌های قدرت باز خواهد کرد. وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اساس حقوقی میشد. برای این بعد از شهر دوشنبه اعضای مجلس ملی شود که راه برای انتخاب شدن به مقام رئیس مجلس ملی که در نظام حاکم که دولت مقام دوم است نیز بوده است. جمعه دولتوف مدیر آژانس خدمت دولتی 6 ینور در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته بود پیشبری رستم امامعلی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان با وظیفه‌های دولتی با قانونگذاری کشور مخالفت ندارد. به گفته وی رستم امامعلی 3 دیپلم دارد و ختم کرده دانشگاه‌های تاجیکستان و کشورهای خارجی می باشد. مقامات تعیین پسر پرزیدنت را همچون بخش از سیاست جوانگرایی حکومت تاجیکستان حمایت کردند.